اگر صحبت دوام تیمست در مکتوب مبارک بانو باز یک پارچه بود که چی چیز خلل میرساند که در تاجیکستان پیشرفت به عمل بیاید. مثلا از سنگ گرفتن راه که کاری دشوار نیست. اراده مردم مهنتکش است، مردمی مهنت دوست است، اما چرا همیشه باید در چنین وضع به سر برد؟ این در این مسئله البته ساعت ها نتوان گفتگو کرد، چون که در واقع این چی یعنی از نظر اجتماع گیریم، از نظر قدرت و امکان روحانی و روانی گیریم، تاجیک‌ها از هیچ کس کم نیست. دیگه همطور شده است که دنیا نابرابر ترقی میکند، هیچ جا نشده است که همه برابر پیش رود و یعنی یک مسابقه عمومی جهانی که دوام دارد. البته پیش قدم ها هستند و خفا ماندگان هستند. اگر همه پیش قدم شود همون 1000 کس بزدم مثلا خفا مانده بودنش در کار، چون که دویم قطار سوم قطار جا نیست که همه از این همینجا همه دعوت اگر مثلا کسی در قطار دوم باید دویده این طبیعی است. لیکن این برای ما چی نیست، تسلی آور نیست. خلق ما حقیقتا در گذشته چه قدرت و قوت داشتنش نشان داده بود، هم در موقع سخت ها. من گفته بودم از این پیش که مثلا کشوری ما را چندین اصطلاحگران ضبط کرده، پایمال کرده، خراب کردن و باعث سربلندی خلق تاجیک است که مثلا در صورتی که خلقهای از ما پیش قدم مثل تمدن مصر، تمدن سوریانی یا مثلا در بین النهرین و ویلان اینها و بابل و اینها با اصطلاح عرب مثلا تا بردن تنستن، همشون هویت تاریخی و فرهنگی را از دست دادن، زبان بیگانه را پذیرفتن. حاضر همین مرکزهای قدیمترین مرکزهای تمدن جهان در بابل و سوریه و مصر همش عربستان شدن و هنوز برای مثلا تمدن شناس ها معماست که چطور شده. ما با وجود اینکه مصر تمدن قدیمی نداشتیم، به هر حال به این درجه، به این مقیاس، البته ما هم تمدن قدیمی داشتیم، مثل که از آریان آغاز شده تا سقد و باختر و یونان تا اینجان میرسه و آخرش سامانه ها. لیکن با وجود این اگر قیاساً گیریم مثلا تاریخ تمدن مصر تا 20 است 30 است میرسد. لیکن با وجود این من اینها هویتشون رو گم کردن و ما نگاه داشتیم و البته این بر عوض نگاه داشت هویت و زنده ماندن ما در تاریخ، برخلاف مثلا چقدر سرزمین از دست دادن و چقدر مردم را هویتشون رو گم هم کردن. بسیاری مردم ازبک شدند و دیگر عرب شدند. این طبیعی است. طبیعی است به این معنی که یک جریان مشترک است که فقط خاص ما نیست. لیکن ما با وجود این همه تلفات تاریخی که داشتیم زنده ماندیم. اکنون در حوصیه و تاریخی، مرحله تاریخی، البته همه تمدن شناس و فرهنگ شناس و مردم شناسان دنیا که به تاجیکان سر و کار داشتن یک چیز به اعتبار داشتن که بعد همین تنزل سامانه ها ما همین قوت و قدرت متشکل بودن از دست داد. در این مورد فقط در مورد تاجیک سخن گفتن، در این مورد گلوبالیزاسیون به اصطلاح که همه چیز با هم پیوند و یکی از دیگری وابسته است، یعنی ما در دنیای در این جهانی گردانی تنها نیستیم. یعنی ما اگر پیشرفت گوییم باید پیشرفت ما فقط نه به سر خود که ما قدرت داریم، قدرت نداریم، امکان داریم، امکان نداریم، در این نه. ما باقی هم پهلو هستیم
با کی همکاری میکنیم و کجا میرویم. این چیزای معین همون در تقسیم بندی فعل خوی میدون در مقایسه ایرانی های غربی و جنوبی و ایرانی های شرقی و شمالی ما یک فرق مشاهده کردیم. مثلا اگر ما ببینیم ایرانی های غربی از ما جهت تاریخ سیاسی پیشرفت کنند، چون که اولین امپری جهان هخامنشیانی ها ایرانی های غربی تشکیل کردند، بعد ما را به زوری به اون امپری همراه کردند. لیکن همین وقت تقسیمات به همون فرهنگ شناسان ما دو گروه جدا کردن و آنها گفتند اهل سیف ایرانی های، ما تورانی های گفتند اهل قلم. یعنی یک نوع دیفرانسیاسیون یا تقسیمات زحمت در مقیاس تمدن ایرانی به وجود آمده است. بنابراین خروش تمدن، خروش فرهنگ، خروش ادبیات و علم و فلسفه در دوره سامانیان محض در شمال شرقی ایران، یعنی بخارا و سمرقند و بلخ و هرات، تصادفی نیست. ما اهل قلم هستیم. انکن حاضر ما در همین پیشروی که داریم، بعد از ما ادبیات و هنر و علم بعد ایران غربی رفت، در حالی که از ایران غربی ما سیاست چی آمد، تاریخ سیاسی به ما پیوسته شد. ما اونها رو با فرهنگ خودمون ما که همین قدرت بزرگ فرهنگی روحانی و روانی داشتیم که ما همچون اهل قلم مشهور شدیم، ما رو همین دو اهل به وحدت جهان گردانه پیوستن که ما با اهل سیف بپیوندیم، اهل سیف با اهل قلم بپیوندند و ما یک جای پیش رویم. یعنی یک نوع من فکرم که با وحدت اقوام ایرانی بکوشیم، یعنی جهان فارس زبانان را اگر ما زبان یابیم، تاجیکستان و افغانستان و ایران مثلا مثل کنفدراسیون، یعنی هر یک دولت مستقل، یعنی کاردیناسی در این زمان کاردیناسی سیاست بیرونی، متحد کردن ذخیره های مادی و فرهنگی. برای این دو چیز در کار، اراده سیاسی برای این سه دولت. متاسفانه این سه دولت هر کسی استقلال سیاسیش نسبی و این ما که ما وابسته، ما باید سیاست ما با سیاست روسیه مطابق کنیم، افغان ها و سیاستشون با امریکایی ها مطابق کنند، ایرانی ها از به پیش گذاشتن با این عرب و دین اسلام و ایدئولوژی چیز تبدیل دادند و از این شاخه‌های این تمدن مثلا دنیوی چی شدنی. خلاصه که من این اگر در این بخشم در باب یک نوع ایدئولوژی مشترک رشد ملی در قلمرو رشد قوم های ایرانی، این باید حتما تحریزی کرد. لیکن برای این اول همون متفکران جمع شوند، این همه جهت از نظر تاریخی، هم از نظر روندهای حاضری انکشاف جهانی، هم از جهت مثلا چی ذخیره کی دارد، هم از جهت عقلانی و هم از جهت مادی و معنوی، یعنی یک نوع این مطابق کرده باید گوییم که کی در کدام ساحه در کجا باید مثلا چیکار کند، سهم گیرد.